خب استاد شما را به پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه خوش آمدید میگیم. خب میخواستم سوال یکم من همین است که شما مراتبه چندم از در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه هستید؟ شما سلامت باشید. اول یک سلام خدمت شما، بعد سلام خدمت بیننده‌های محترم شما. زنده باشین. ما تقریبا 12 سال است که ما میایم. اصلا باری اول ما در یکی از تلویزیون‌های افغانستان در هنگام سخنرانی گفته بودم که ما دو جای آرزو دارم که برم، یکی هندستان و یکی تاجیکستان. بعد همین تلویزیون را تماشا میکند، یادی از برادر ما معلم سعید بخیر باشد، از کولاب هستند، برادر یکی دولتمند خالص. این بیچاره که در هم تلویزیون مرا میبیند. بعد آمد افغانستان. گفتم تو گفتی که ما آرزوی تاجیکستان ندارم، بیا ببرمت. ای عجب دلی صدقی دارم، بسیار کار خوش. بعد 12 سال پیش ما را گرفت آورد. همینجا کنسرتا بود، نزدیک نوروز بود، یک 4 روز به نوروزی مانده بود. این همه تالارا، این اینجا یک تالار بود دینامی سامونی که ما و شما هستیم. بله دینامی کاخالی و نیست ای. بله. انا کنسرت هم همینجا بود. بعد هر جای بیچاره دوید جای خالی نیافت. گفت که بیا بریم تلویزیونی سفینه. ما گفتم خیلی من نمیدونم، میریم. اونجا که رفتیم، یادی از برادر ما لطف الله خان بخیر باشد، رئیس تلویزیون سفینه بود. گفت که اکی لطف الله یک آفیز آوردم، ولی یک جا را به ما یک لطف بکر که همین کنسرت بدید. گفت اکی جای نیست، همه پروگرام ها بسته شده، وقت کم، شما دیر آمدید، وقت می آمدید. گفت کی؟ هم تا قنصر. گفت گو اکی جو بیا. اومدم سلام کردم. گفت یک خواندن است، میره کی خوانده در افغانستان؟ من گفتم خیلی بگوین کو ببینم کی آخی. این همین کاغذ از میز برآورد و چرا گفت. گفتم بس ما فهمیدم. چرا بابدی یاد میکنی نامم، نه من مخامیر و نرند نه میاشم. گفت آفرین. گفتم خودم خواندمش. گفت بخون. خواندمش. ای اکی میریم هفتون گنبد را در آسمون و زمین میپشورم آخی. خیلی در فیلارمونیا کنسرت یک دسته آهنگ در تلویزیونی ما بخوان. بعد در همین تلویزیونی از یا یک دسته آهنگ خواندم، خلاص شد رفتم وطن. یک روز پیشوای بزرگ ملت محترم جناب عالی تلویزیون ها را تماشا میکند، خوششان میآید، میگه می تا قنصر خبر ما پیدا کنیم. اوی رئیس اوی تلویزیون تا بده و بالا و بده و چی خیل کنیم. بعد زنگ زدن نایه اشکاشم بدخشان همو بود که آمدم. بعد به دیدار محترم جناب عالی که یک مردی تاریخ است، مردی بزرگ است، به دیداری هم مشرف شدیم. 12 بار شد رفتم آمدم. بهترین شما آمدید. از نگاه شما چی گذشته در دوشنبه؟ دوشنبه دیگه هر روزی که در میان میگذرد تغییراتش از هر نگاه. مثلا گل گلزاره هر روز که میایم جاده ها فرق میکند، هر روز که میایم نظم و دیسیپلین و امنیت و خوبی فرق میکند. تشکر زیاد. خوب استاد، امروز که مخلصان شما در قریب همه دولت ها زیاد هستند و از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه که زیاد هستند، میخواهند صدای شما را بشنوند. خوب میخواستم یک چند مصرع برای مخلصان خود بسرایید. گرچه برای آفیس این مشکل مهم نیست دیگه، در برنامه لب سرک هم باشد ما کار میکنیم. گمانم آرزوهایم به گورستان میماند، دل پرغصه از غم نگم بریان میماند، دل پرغصه از غم نگم بریان میماند. تشکر زیاد. زنده باشید. سلامت باشید. بینندگان گرامی، یادآور میشم که در صحبت ما قرار داشتند یکی از سرایندگان شناخته جمهوری افغانستان که در جمهوری تاجیکستان هم مخلصان زیاد دارد، میری مفتون در مهمانی ما قرار داشتند. خب ایشان را بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم.